واقع مشتق تابع پله واحد میشه تابع ضربه واحد یا دلتای تی. پس اگر یه جایی نوشیم دلتای تی مساوی است با دی یوی تی به دی تی، در واقع با شرایط در واقع شرایطی در مهندسی برقرار هست معمولا به این خورده نمیگیریم، اگرچه یک کمی در واقع بحث انگیزه که به این شکل ما برای یو تی مشتق قائل باشیم. خب تابع بعدی که من میخوام معرفی بکنم باز یک تابع ساده هست و موسوم است به تابع شیب واحد. این تی آر تی تابع شیب واحد خیلی ساده تعریف میشه. تابعی است که قبل از صفره و بعد از صفر هم با شیب یک اضافه میشه و اینو ما معمولا با آر تی نشون میدیم. آر تی مساوی است با صفر برای تی کوچکتر از صفر و تی برای تی بزرگتر از صفر. حالا اینجا میشه مساوی هم گذاشت ولی ما در واقع ترجیح میدیم اینو نگذاریم برای که روشن هست از خود مسئله. بنابراین آر تی صفر برای تی کوچکتر از صفر، تی برای تی بزرگتر از صفر. لغت ها هم از عبارت رمپ اومده به معنی شیب، رمپ، تابع رمپ. خب حالا میتونیم من بگید که مشتق تابع رمپ یا آرتی چی میشه؟ یویتی میشه. نیست برای تی های کوچکتر از صفر صفر، برای تی های بزرگتر از صفر یک هست. پس در واقع ما میتونیم بگیم مشتق تابع رمپ دی آر به دی تی در واقع خواهد شد یویتی. این هم در واقع از تابع رمپ که خیلی ساده دیده میشه. خب اگر سوالی هست خب اجازه اید که قبل از اون که جلوتر بریم من یکی دو تا مثال بزنم برای اینکه روابط بین اینها را اولا آشنا باشید، ثانیا شکل موجهای دیگر رو بر حسب اینها بتونید بنویسید. ببینید به عنوان مثال من چند تا مثال مختلف میزنم ببینیم به چه ترتیب است. مثال اول فرض کنید من یه همچین شکل موجی رو دارم، صفر، یک، اینم یک، اینم یک، این تی و اینجا هم افقی. سوال اینه که این شکل موج رو من میخوام بر حسب توابعی که تا حالا شناختیم بنویسم، بر حسب تابع پله واحد، پارس، دلتای دیراک و تابع شیب واحد، بر حسب اینا میخوام بنویسیم. خب پیشنهاد دید که حالا اینو من با یه شکل موجی مثلا فرض کنید که افتی اگه نشون بدم، افتی چی خواهد شد؟ افتی حالا اف یک تی بمونه مثال اول. خب پیشنهادی هست؟ بفرم. آرتی منهای یوی تی منهای. خب ببینید در واقع من میخوام این درست هست، میخوایم ببینیم که به چه ترتیب است. این فقط اینجا اشکال داره. آرتی منهای آرتی منهای یک، حالا درست شد. آرتی منهای آرتی منهای یک. خب ببینید برای اینکه ببینیم یه روش مشخص کنیم، من میام از سمت چپ حرکت میکنم و سعی میکنم اینا رو ایجاد کنم. اولین ساده‌ترین تابعی که اینجا به نظر میاد این شکل است. ببینید با یه آرتی این تابع رو ایجاد میکنیم، یه آرتی. خب تا اینجای کار همه چیز درسته، اما از اینجا به بعد این باید افقی بشه، قبلش هیچ فرقی نباید بکنه. پس اگه من میخوام اینو با یه تابع جمع یا تفریق بکنم باید با یه تابع جمع تفریق بکنم که قبل از این صفره ولی بعد از این شیب یک رو حذف کنه. شیب یک رو چه تابعی حذف میکنه؟
یه تابع شیب دوباره. پس من اگر بیام این تابع رو در واقع منهای این تابع دیگه بکنم، این تابع دیگه تابعی است که اینجا ثابته و اینجا شیبش یک. این تابع جدیدی که من نوشتم در واقع هست آر تی منهای یک. حالا اگر این رو از این کم کنیم خواهید دید که در واقع تفاضل اینا همواره مقدار ثابتی است و افقی میشه، یعنی اون شیب رو من حذف میکنم با این ترتیب. بنابراین پاسخ مسئله آر تی منهای آر تی منهای یک هست. اگر شما این منهای یو تی منهای یک کنید در واقع این قسمت رو انتقال بدید به اندازه یک واحد به طرف پایین. پس ممکن این شکل موج رو بر حسب این تابع آشنا بنویسیم. خب حالا همین رو در نظر بگیرید. یک مثال دیگری میخوام اینجا در نظر بگیرم و اون به این ترتیب است. فرض کنید که این به این ترتیب اینجا یک، دوباره اینجا این شکل. این طور به این شکل در نظر بگیرید ببینید چی میشه. اینجا فرض کنید یک، اینجا نقطه دو، این تی، این هم ارتفاعش هم برای راحتی یک. این تابع اینجا صفر هست، اینجا هم صفر هست، ولی اینجا در واقع به صورت شیوه واحد هست. خب پیشنهادی هست؟ بفرمایید. F2 T ببینیم چی میشه. F2 T RT منهای ببینید RT در واقع تا اینجا این شکل رو ایجاد میکنه. حالا باید این بیارم پایین تر منهای یو تی منهای یک. حالا خب ببینید دنبال بکنیم چی شد. این تابع به این شکل بود، حالا این وسط اومد پایین این شکلی شد، درست شد. حالا دیگه چی؟ دوباره اینجا بعد دوباره این رو پایین تر ولی شیب رو هم حذف کنید. بنابراین میشه منهای یوی تی منهای. خب حالا فرق نمی کنه ترتیبش. میخواید اول آر رو بنویسیم، اول آر منهای آر تی منهای دو. حالا اینجا در واقع این شیب گرفته شده افقی شده، حالا اون رو هم حذف میکنیم میشه منهای یوی تی منهای دو. این میشه حاصل. بنابراین با یک سری میشه بازی های ریاضی میشه اینها رو هم دیگه تبدیل کرد. برید اکثر این شکل موجها در مهندسی به خصوص در خیلی از مدارهای الکترونیکی به کار میرن. ممکنه در یک مدار پیچیده الکترونیکی انواع و اقسام این شکل موجها رو مجبور بشید ایجاد کنید. مثلا فرض کنید که هر کدام از اینها اسمهایی دارن و سمو کاور. مثلا فرض کنید که به این میگیم یک شکل موج مربعی، ممکنه این شکل موج مثلثی باشه. این شکلی مثلثی ممکنه فرض کنید که ببخشید اینو بشیم دندان اره‌ای، مثلثی در واقع این شکلی هست، این شکلی هست. پس این دندان اره‌ای بهش میگیم. اینجا میاد افقی افت میکنه دوباره به این ترتیب. شکل موج‌های مختلفی همه اینا رو میتونید بر حسب اینا بنویسید با یه سری ابتکارات خاص ریاضی. خب اگر سوالی هست. تابع بعدی که میخوایم باش آشنا بشیم تابع نمایی هست که خیلی به کار خواهد رفت. فرض کنید که من یه همچین تابعی داشته باشم FT مساوی است با ای بابه منهای تی در یوی تی. ببینید تابع یوی تی تابع پرکاربردی هست. وقتی من میگم ای بابه منهای تی شما در واقع همچین شکل موجی رو در ذهن تصور میکنید که از نقطه یک گذشته و ای به توان منهای تی هست. اما وقتی از یوی تی ضرب میشه این تابع قبل از صفر چی خواهد شد؟ صفر. بنابراین یه همچین شکلی داریم ما اینجا. این تابع قبل از صفر صفر هست، بعد از صفر یک.
علت این که این پرکاربرد هست اینه که